به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه دانش و سنجش و برنامه دانش و سنجش، هر یک شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که این لحظه ها شما ما را تماشا میکنید و این لحظه ها شما همراه ما هستید و امروز را انتظار بودید و انتظار شدید. و آنهایی که علاقه پیوست شدند به شبکه دانش و سنجش، من خب خواهش میکردم که نوار را این لحظه ها به همدیگر به دوستانتان روان کنید و تیار باشید تا که ما و شما در آزمون نوبتی اشتراک کرده تانیم و بازی را خود این لحظه ها آغاز کنیم. و خب قسمت اولی بازی حلقه آماده شده است و من این لحظه ها گیم پین را به شما زیر چت انشاءالله روان میکنم تا که لینک رو انیخترش روان میکنم تا که شما توانید در بازی آزمون ما اشتراک کرده باشید. خب با سرآغاز من انشالله لینک رو در تلگرام میپرتویم و بعد از آن از تلگرام مدیراتورها رو خواهش میکنم که گرفته به یوتیوب پرتویم تا که همگان با خبر باشند. مرحمت. قسمت اول و لینک رو من در زیر چت نوشته کردم. شما اگر چت رو میدیده باشید مرحمت داخل شد. خب نه اونقدر زیاد هستیم. به شبکه ما ابونه شوید و همان روزی که برنامه سر می شود شما زود از آنهای می شوید که آگاهی پیدا می کنند. یعنی ابونه شوید، زنگولچه اونجا زنگولچه هست، همون زنگولچه را زیر کنید تا که وقتی برنامه ما سر شود شما نگویید که کی برنامه سر می شود، یعنی جستجو نمی کنید، به تیزی به زودی به برنامه ما داخل می شود. یعنی این از همه راهی خوب آسانش است. نوار را پدیلیتسه کنید به نزدیکان خودتان، به آنهایی که شما دوست می دارید آنها نیز داخل شوند به برنامه ما و تماشا کنند ما را. خب من نیز این لحظه ها به واسطه تلفنم نوار رو به دیگران میفرستم تا که بعضی از دوستان ما که بیخبر هستند آگاهی پیدا کنند و در برنامه ما اشتراک داشته باشند. چنانکه که هفته گذشته گفته بودیم امروز برنامه 1 ساعت بر وقت آغاز شد، چون اکثریتی تماشابینان ما دوستان ما خواهش کردند که ان همین وقت ساعت برنامه آغاز شود و ما چنین هم کردیم. ماشاءالله ما میبینیم که الکی چند نفر 7 نفر داخل برنامه ما شدند. ببینیم ام کلثوم، عبدالله، ماریا، محجبین، شریف، قاسم عادلیان خوش آمدید میگم. شما را لایک مونید زیر نوار تا که تماشابین برنامه ما زیاد شود. خب در لینک رو بیایید در چیز هم در تلگرام هم پرتاییم تا که دوستان ما از تلگرام نیز وارد به برنامه شوند. همچنین برنامه رو نیز پدیلیتسه میکنیم در در ایمو، در واتساپ، هر جایی که شما دوستان داره در آنجا برنامه رو تقسیم کنید و دیگران نیز داخل می شوند انشاءالله. ما خودمون چنین میکنیم تا که مردم با خبر شوند. میبینم که 1 ساعت به فکرم ساعت ناقدر درست آمده است و به هر حال در فیسبوک دوستان زیاد داریم. در فیسبوک در آنجا نیز برنامه رو پدیلیتسه کنید. در ادنکلاسنیکی خیلی خوب 12 نفر وارد به برنامه ما شدید. خوش آمدید میگم همه شما را. خیلی خوب 12 نفر. و آنهایی که میخواهند از یک تلفن استفاده برند، شما در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. بسیار راههایی هست که تلفن به 2 تقسیم کرده می شود. یعنی راههای آسان هست. تلفن را به 2 قسم جدا میکنید و
از یک قسمت یوتیوب در یوتیوب دانش و سنجش را تماشا میکنید، از طرف دیگر باشد در برنامه اشتراک میکنید، یعنی هم سوال را خوانده میتوانید و همچنین نوار را تماشا کرده میتوانید. آغاز میکنیم. خب طولانی نمیکنیم. آنهایی که الکی وارد شدن در قسمت اولی برنامه ما این لحظه اشتراک میکنند 16 نفر هستیم. امیدوار هستم که در قسمت دیگری برنامه ما تا 30-40 نفر میشویم انشالله. خب چت شما رو نیست من میخواستم که خوانم، اما چگونه این لحظه ها میبینیم اگر که امکان پیدا شود. خب خوش آمدید دوستان عزیز، تماشابینان گرامی. نوار رو تقسیم کنید. خیلی خوب. امیر زاکیروف پرسیدند که من نمیتوانم درایم، یعنی در اومدن انا همون سیلکی که مدیراتور روان کرده است، انا همون رو یک بار با زیر میکنید، در تلفنتون باشه در تلفن، در کامپیوتر باشه در کامپیوتر، آنجا این گونه خب نشانه میبراید، جای نیکنیم نوشته شده است، به خودتان تخلص انتخاب میکنید، نام، یعنی که نام خودتان رو مینویسید. دیگر تمام، دیگر خیلی عادی و آسان است. یعنی تنها با زیر کردن همون یک لینک شما میتوانید داخل شوید. قسمت اول روان میشویم. بسم الله. سوال اول: پیامبر برای چی صحابگان را به مردمی نجد فرستاد؟ وریانت ها: برای آموزش قرآن، برای حمایت سرحد، کمک حربی و یا چرانیدن اشتران. کدامش درست است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چی صحابگان را به مردم نجد روان کرد، فرستاد؟ یعنی خب نگاه میکنیم که چند نفر جوابهای درست گفتند. بله، آموزش قرآن، آنهایی که انتخاب کردند انا همین جواب شما درست بود و شما به جاهای اول برآمدید. اینک میبینیم که در جاهای نمایان هستند. امی کلثوم، محمد، خدیجه و مینا، آنهایی که در جاهای بهترین هسته. تبریک میکنم شما را. درجه های درست بودن حدیث کدام از این همین پایان نوشته شده ها؟ ضعیف، متواتر، حسن و یا صحیح. کدامش از همین نوشته ها برای درست بودن درجه حدیث را معین کرده است؟ یعنی کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید؟ جواب های شما تماشابینان عزیز. بله، ام کلثوم در چت ما جوابی درست گفتند. و آنهایی که این لحظه ها با ما هستید و جواب های درست گفتند. بله، رنگ سرخ و صحیح انا همین است. جوابی درست تماشابینان عزیز. صحیح. حدیث اگر صحیح گفته شود از درجه درست بودن حدیث را نشان میدهد. و خب کیا به پیش برآمدند و جاهای نمایان را گرفتند ما این لحظه ها میبینیم. مسافر تماشابین ما نوشته کردند که داخل شده نمی شود. انا همون پلی بلوکیت لینک را شما زیر کنید و داخل شده می توانید. زیر کنید، در جایی که نیک نیم به خودتان تخلص انتخاب کنید و وارد می شوید انشاءالله. خب آنهایی که به جاهای بهترین برآمدند بیایید میبینیم کی. ام کلثوم 3420 پوینت. عمر، امید، شریف، ماریا، ماشاءالله، محمد، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. و به سوال رقمی 3 میگذاریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چند سال داشت وقتی اولین سفرش با عمکش به شام بود؟ 7 ساله بود، 12 ساله، 10 ساله و یا 9 ساله؟ کدامش درست است؟ کدامش به حقیقت نزدیک است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چند سال داشت وقتی که اولین سفرش با عمکش به شام بود؟ جواب های شما و من میبینم که الکی اکثریت جواب های خودشان رو روان کردن با ما و نگاه میکنیم.
6 نفر جوابی درست گفتند. بله 12 ساله بود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی اولین سفر با عمکش. خب در چت ما نیست اکثر جواب‌های درست گفتند. میرزا حیاتov جوابی درست گفتند، غریب همچنین عبدالله. جوابهایتان بله درست بود. اینک به سوال دیگر میگذاریم. بیایید. خب آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید تماشاگران عزیز. ماشاءالله مبارک باشد. بهترین رقابت بین همدیگر، بین ما و شما. اینک سوالی 4. الفاروق تخلصی کدام صحابه بود؟ عثمان، عمر ابن خطاب، ابوبکر و یا علی، الله از همه آنها راضی باشد. کدامش درست است تماشاگران عزیز؟ الفاروق تخلصی کدام صحابه بود؟ بسیار سوال عادی و سوالی آسان است برای آنهایی که خب نه و که ما را یکم بار شاید تماشا میکنند در حیاتشان. اینک جوابهای درست را این لحظه میبینیم تماشاگران عزیز. کیها جوابهای درست گفتند؟ بله قریب همه 12 نفر جوابهای درست گفتند. در چت ما نیست جوابهای درست آمده رسید از جانب میرزا حیاتov، از جانب امیر زاکیروف. خیلی خوب عبدالله جوابهای شما درست بود. آنهایی که به جای اول بر آمدند بیایید یک جای با شما نگاه میکنیم. عمر، ماریا، عبادالله، قاسم عادلیان، عبدالحلیم، آنهایی که در جاهای بهترین هستند. تبریک میکنم شما را. سوالی 5. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا 2 سالگی با کی زندگی میکرد؟ جواب: در مدینه با پدر، یا اینکه با مادرش در مکه، یا اینکه با دیانشینان بیابان بانها، یا اینکه با عمکش. کدامش درست است؟ از آن وریانت هایی که شما در تلفن موبیلی خودتان میبینید کدامش درست است؟ کوشش میکنیم و تیز از همه زود جوابی درست را انتخاب میکنیم و زیر میکنیم و شما به جای اول میبراید انشالله. بازی بی پول، بازیه که ما برای آخرت خودمون خب اجر و ثواب زیاد برابر بازی کردنش میگیریم انشالله. امیدوار هستیم. بله پیامبر صلی الله علیه و سلم تا 2 سالگی با بادیه نشینانی بیابانی زندگی میکرد و این بود جوابی درست. آنهایی که 10 نفر انتخاب کردن جوابهایشان درست بود، بجز چند نفری که خب کمترین ها جوابی خطا گفتند. اما من نگاه میکنم که چت ما بسیار خاموش است. اکثریت به فکرم جوابهای درست نمیدونستند، به همین خاطر در چت نوشته نکردند. تماشاگران عزیز، آنهایی که این لحظه ها وارد به برنامه ما شدید، لایک مونید، مشکل نیست، لایک مونید و نوارا در واتساپ دارید؟ بله همه میگویند که بله دارم. دستتون بالا کنید کسی واتساپ دارد؟ قریب همه. ماشاءالله. واتساپ داشته باشید، در جای استاتوس خودتان انا همین برنامه را مانید تا که دیگران نیز داخل شوند. همچنین اگر شما باز وقتی پدلیت را زیر میکنید در تلفن موبیلی خودتان، آنجا فیسبوک میبراید یا اینکه ادنا کلاسیکی میبراید یا اینکه باز دیگر صفحه های اجتماعی شما زیر کنید و به هم دیگر تقسیم کنید. من کم در انتظار میشم تا تقسیم کردن شما و بعد از آن دوام میدهیم. همین که زیاد شدیم، تماشابین زیاد شد، بازی شوق آور می شود. باور کنید رقابت خوبتر می شود و در واقع ما یک فایده میگیریم، یک به قول علمی نوی برای خودمون انشالله میگیریم. آنهایی که پدلیت کردن نمیتوانستند یاد میگیرند، آنهایی که لایک مانده نمیتوانستند حتما که یاد میگیرند. یعنی مشکل نیست زیر کردن همون زیر نوار یک خب دست است بالا کرده شده است. اما رو لایک رو زیر میکنید تا که تماشابینی ما زیاد شود. الله پاداش نیکتان دهد. الله تعالی ما و شما را از موفقان گرداند و ما و شما توانیم یک چیزی نو را برای خودمون امروز نیز آموزیم. ماری قبطیه، ام کلثوم، نازیم،
عمر، عبادالله، آنهایی که در جاهای اول هستند و جای عوض‌کنی را نیز دیدیم روی اکران. اینک باز دوام میدیم. و سوالی 6 میگذاریم. در کدام محاربه مسلمانان مغلوب شدند؟ در محاربه بدر، جنگ هنین، محاربه عروه و یا احد کدامش درست است؟ جواب های شما. جواب های درست را من میبینم الکی در زیر چت ما آمده رسیده است. خیلی خوب. در تلفن خودتان رنگ درست را زیر کنید تا که به پیش برایید. بله، محاربه احد و آنهایی که در چت ما نوشته کردند. عمران ماشاءالله، امیر ذاکرов درست گفتید. غریب دختر و میرزا حیاتوف. بله، جواب های شما درست بود. و آنهایی که به پیش برآمدند نگاه میکنیم ما و شما کی به پیش برآمدند امروز در برنامه ما. عمر موری قبطیه، ام کلثوم، قاسم عادلیان، آنهایی که در جاهای بهترین هستید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. دوام میدهیم. سوال 7. محمد صلی الله علیه و سلام از کدام قوم بود؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید: بنی هاشم، بنی حارث، بنی نادر، بنی عدی یا اینکه عادی کدامش درست است؟ جواب های شما. رسول الله صلی الله علیه و سلام از کدام قوم بود؟ اینک بله عمران، شما درست گفتید. بله میرزا حیاتوف، شما نیز درست گفتید. مریم هم جوابی درست گفتن در چت ما. اما در داخل برنامه ما قریب همه 16 نفر جوابهایشان درست بود. بله، بنی هاشم. مبارک باشد. و آنهایی که به پیش برآمدند این لحظه نگاه میکنیم. موری قبطیه 3400 خال، ابو بکر، ام کلثوم، عبدو، عمر، آنهایی که در جاهای بهترین هستید. پس سوال 8 گذاشتیم. بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلام کدام از فرزندانش در قید حیات بود؟ ام کلثوم، فاطمه، زینب و یا رقیه کدامش درست است؟ بسیار سوالی عادی و سوالی آسان است، اما آیا همه میدانند یا نه؟ جواب های شما. بله مریم، شما درست گفتید. ام کلثوم درست گفتند در چت ما. عبدالله درست گفتید و همه جواب های درست گفتند. بله، فاطمه دخترشان بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلام چند مدتی دیگر با زندگی کردند و بسیار اگر شما در شبکه حکمت تیوی تماشا کرده باشید بسیار یک برنامه جالب هم داریم درباره فرزندان و یا دختران پیامبر صلی الله علیه و سلام. بسیار قصه عجیب است، بسیار قصه تاثیرناک است و اگر اکثریت از ما و شما تماشا کردند آن قصه اخیران حج رسول الله صلی الله علیه و سلام، در آنجا نیز درباره دخترشان فاطمه الله از او راضی باشد نقل کرده بودیم. بسیار بسیار نقل جالب است. آنها که تماشا نکردند مرحمت داخل شوید و تماشا کنید، چون تاریخ است و بسیار یاد کردن تاریخ ایمان ما و شما را کم کم می جنباند و انشالله که بعد شنیدن این گونه قصه های جالب ایمان نیز زیاد می شود انشالله. و سوالی آخر می گذاریم. با سوالی آخر میگذاریم. بله، ام کلثوم، عمر، مهاجر، عبدو، موری قبطیه، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. و سوالی رقمی 9. در کدام غار پیامبر صلی الله علیه و سلام و ابوبکر از قریشی ها پنهان شدند؟ ثور، اورست، هیرا و یا کوچکک کدام غار وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلام با صحابه ابوبکر الله از او راضی باشد پنهان شده بودند؟
بله ساور آنهایی که انتخاب کردن جوابهای شما درست بود و بیایید اکنون میبینیم که ها به جاهای نمایان و بهترین گذاشتند. جای سوم عمر مبارک باشد. ام کلثوم جای دوم و موری قبطیه جای اول مبارک باشد. بهترین رقابت بین ما و شما تماشابینان عزیز. اینک آنهایی که در جاهای بعد از عمر و ام کلثوم و موری قبطیه آمدند آنها را نگاه میکنیم که عبادالله جای 4، پنجم قاسم عادلیان ماشاءالله بهترین، ابوبکر، محمد، امیر جان، مینا، حریصه، شریف، حافظ و آنهایی که شما میبینید ببینید بسیار اشتراک کردند ماشاءالله، بسیار 23 نفر اگر خطا نکنم. خیلی خوب، اینک تماشابینان عزیز قسمت 2 رو بازی میکنیم یا اینکه خسته شدیم؟ تماشابینان عزیز زیر چت نوشته کنید اگر که خسته نباشید باز یک بازی دیگر آماده کنیم و بازی کنیم یک جای با شما. و اگر خسته نباشید من امیدوار هستم که شما نوار رو به دیگران فرستادید. الکی آنهایی که فراموش کردند لایک ماندن رو لایک میمونند. امیدوار هستیم تا که تماشابینی ما و شما و دوستان ما و شما زیادتر شوند و زیادتر اشتراک کنند در برنامه ما. خب خوش آمدید تماشابینان عزیزی ما، خوش آمدید عمر اکبرов، خوش آمدید اشکی دیل، علی جان خوش آمدید. لایک ماندید تماشابین عزیز؟ لایک ماندید؟ اگر نه آماده باشید نوشته کنید زیر چت کی ها ماند و کی ها نماند. هر کسی که ماند همین جمع را زیر کنید، جمع را زیر کنید من میفهمم کی ما را دوست می‌دارد و کی تنها فقط برای تماشا می‌دراید. الله شما راضی باشد، الله جزای خیرتان دهد. من این لحظه سیلک را برای شما آماده میکنم. یک لحظه، تنها یک لحظه من سیلک را آماده میکنم و برایتان روان میکنم تا که سیلکه دیگر میشود. آن سیلکه که پیشتر بود از آن استفاده نمی کنیم چون بازی نو است و ما سیلکه نو رو برای شما این لحظه ها پیشکش میکنیم. خیلی خوب، مرحمت. لینک رو این لحظه ها من نوشته میکنم زیر چت. خب مرحمت، لینک رو شما کپی کرده بعد دیگران میتوانید که روان کنید و داخل شوید. خوش آمدید تماشابینان عزیز. حریصه، محمد، ام کلثوم خوش آمدید. ابوبکر، سعید خوش آمدید. خیلی خوب، حافظ خوش آمدید. شریف، مومینه ماشاءالله، خالد خیلی خوب، علی خوش آمدید. عایشه ماشاءالله. خب امروز من مخصوصا در شبکه قرآن دستورالعمل انسان نماندم نوار رو و خواستم ببینم که واقعا آنهایی که ما را دوست می‌دارند با ما هستند یا نیستند. و مخصوصا من برنامه رو یک هفته پیش رکلام نکردم تا که ببینیم که کی از تماشابین ما را دوست می‌دارد و انتظار می‌شود این بازی را. و خیلی خوب، 20 نفر شدیم ماشاءالله. تماشابینان عزیز، آنهایی که میخواهند برنامه ما رو دستگیری کنند و یا میخواهند سرپرست برنامه ما شوند و میخواهند با آنهایی که در برنامه ما اشتراک کنند یک مبلغ جدا کنند، چون همه آنهایی که در برنامه ما اشتراک میکنند دانشجو هستند، یعنی علمجو هستند و ببینید که علم را در کدام حالت میجویند یا اینکه در کجا میجویند. علم را در برنامه‌ای که برای ما هم در دنیا و هم در آخرت فایده دارد در آنجا میجویند. اگر شما مثلا تاجر باشید، شما اگر مثلا
میخواهید که خیر کنید برای آنهایی که در برنامه ما اشتراک میکنند، حداقل سه جای اول رو میگیرند، برایشان کمکی مادی شاید جدا کنید، یا اینکه مثلا یگان چیز مهم یا کتاب قرآن برایشان میخواهید تحفه کنید. مرحمت. اکثریت از تماشابین ما از روسیه اشتراک میکنند و فرستادن مثلا 1000 روبل یا اینکه 2000 روبل برایشان مشکل نیست. یعنی از یک کارت سبربانک میگیرند و به دیگرش انتقال میکنند با واسطه تلفن موبیلی. هر کس اگر میخواهد در همین کار برای ما کمک کند و میخواهد که همین اشتراکچی برنامه ما رو دستگیری کند، مرحمت در تلگرام ما نوشته کنید. تلگرام ما زمان دانستان شما میدونید و من مدیراتوران را خواهش میکردم که تا تلگرام ما رو نوشته کنند. شخصا من خودم با شما در علاقه میبرایم و میفهمونیم چگونه میتوانید که مثلا شما به قالب برنامه ما مبلغ روان کنید. هر کس که اگر میخواد همین دستگیری را کند، مرحمت نوشته کنید در چت زمانی دانستان در تلگرام. ما با شما در علاقه میشویم و در آینده همین را یک جای با شما دیده میبرایم چگونه میتوانیم که هوسمند کنیم آنهایی که در برنامه ما امروز اشتراک میکنند. یعنی راه ها خیلی بسیار است و وقتی که ما و شما شوقمند میشویم از یک کاری بد دور میشویم. یعنی امروز ببینید که برای اشتراک کردن در بعض لاتری هایی که حرام کرده شده است، در آن مردم داده شدند. به چه خاطر؟ به خاطر یک نمیدونم 1000 نفر هستند، از بین 1000 نفر یک نفر مثلا یک تلفن موبیلی برد میکند و باقی مانده همه میسوزند. در این بازی ما هیچ کس نمیسوزد تماشابین عزیز، هیچ کس نمیسوزد. هر کسی که جای اول رو اشغال کرد با دانش خودش، با عقل خودش، با ذکاوت خودش جای اول رو اشغال میکند و بگذار که وای صاحب یک تحفه شود. و هر کسی که صاحب تحفه نشد تماشابین عزیز باز هم برد کرد، یک دانش نو برای خودش میگیرد. برای همین این لاتری بی پولی ما فایده بیارد، از آن هیچ ضرری نیست تماشابینان عزیز. و هر کسی که میخواهند دستگیری کنند ما رو در همین اقدامی که این لحظه ها من گفته گذاشتم، مرحمت آماده باشید، مرحمت در چت ما نوشته کنید. انشالله که ما و شما در علاقه میشویم و حتما که تشکیل میکنیم در آینده. بیایید 22 نفر شدند، ما بازی را آغاز میکنیم و میبینیم که ها در آینده ما رو میتوانند دستگیری کنند. رفتیم. سوال اول: ابراهیم هاجر و اسماعیل را به کجا برد و ماند؟ بخواست الله تعالی ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم هاجر و اسماعیل را به کجا برد و ماند؟ مدینه، جایی که کعبه ساخته شد، یروشلیم و یا کربلا، کدامش درست است؟ اینک جواب های شما تماشابینان عزیز. کلثوم جوابتون درست بود، من میبینم. و همچنین 8 نفر جواب های درست گفتند در داخل برنامه ما. بله، جایی که کعبه ساخته شد. ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل را به جایی که امروز کعبه ساخته شده است به همانجا برده مانده بود. این از تاریخ است و که جاهای بهترین را سزاوار شدند. کلثوم، ماری قبطیه، عمر، قاسم عادلیان، ماشاءالله و عبادالله، آنهایی که در جاهای بهترین هستید، تبریک میکنم شما را و به سوال دیگر میگذاریم. و از آنچه درباره‌اش دانش نداری پیروی نکن. نادرستی چی در نظر داشته شده است؟ دروغگویی، فکری بد کردن، ظلمی کس و یا غیبت، کدامش درست است؟ از سوره اسراء آمده است. و از آنچه درباره‌اش دانش نداری پیروی نکن. درباره چی؟ نادرستی چی از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید؟ بله، آنهایی که سبز را انتخاب کردند و 9 نفر بودند، فکری بد و از ندانستنی حقیقت، جواب های شما درست بود. و
بعد سوره اسراء نگاه میکنیم. در سوره اسراء در آیت 36 در همین باره معلومات آمده است. خب در ترجمه معنا چنین آمده است: و از آنچه درباره‌اش دانش نداری پیروی نکن. بی تردید یعنی در قیامت گوش و چشم و دل از همه اینها بازخواست خواهد شد، یعنی پرسیده خواهد شد، همه پرسیده خواهد شد. و از آن چیزی که یعنی از فکری بد و یا آن چیزی که حقیقت ندارد، الله تعالی میگوید از آن پیروی نکن. و به همین خاطر انسان باید که اگر کورکورانه پیروی کردن مثلا به آن چیزی که نمیداند درست نیست. و از این خاطر هم انسان باید سوال کند تا که جواب گیرد. و از کی سوال کند؟ از آنهایی که میدانند سوال کند. و امیدوار هستم که یک فایده برای خودمون گرفتیم. تماشاگران عزیز، بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند. ام کلثوم، ماری قبطیه، سعید عمر، شریف، آنهایی که در جاهای بهترین هستید. تبریک میکنم شما را. بعد سوالی دیگر میگذاریم. سوالی 3: شعیب به کدام قوم فرستاده شده بود؟ مدین، عاد، خزرج و یا ثمود کدامش درست است؟ شعیب به کدام قوم فرستاده شده بود؟ اینک جواب های شما تماشاگران گرامی. میبینیم که ها به پیش برآمدند. بهترین آنهایی که مدین را انتخاب کردن، جوابهای شما درست بود. و میبینم که در داخل برنامه ما نیز نصرالله جوابهای درست گفتند. خب ام کلثوم جوابهای درست گفتند و اکثریت جوابهای درست گفتند. تماشاگران عزیز، نه اونقدر زیاد هستیم. چرا؟ هیچ نمیفهمم که از 40 و 50 نفر زیاد نمیشیم. خیلی خوب. به هر حال تماشاگران عزیز، مبارک باشد میگویم آنهایی که در جاهای نمایان هستید. خب ما پس از چند لحظه دوام میدهیم. خب بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند و برنامه را دوام دهیم. ابن عثمان، اسیه، شریف، ام کلثوم، عبدو، آنهایی که در جاهای بهترین هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم و دوام میدهیم. با مردم همچنان که در بزرگی در گهواره سخن میگوید و از شایستگان است. کی؟ عیسی، موسی، یوسف، ابراهیم علیهم السلام کدامش درست است؟ از آن جوابهایی که شما میبینید. اینک تماشاگران عزیز، سوال بی نهایت عادی و آسان بود و 12 نفر جوابهای درست گفتند بجز بعضی ها، یعنی 5 نفر، همگی 5 نفر جوابشان خطا بود. 4 نفر گفتند که یوسف علیه السلام و 1 نفر موسی علیه السلام را انتخاب کردند. اما در سوره آل عمران آمده است با مردم همچنان که در بزرگی در گهواره سخن میگوید و از شایستگان است. درباره عیسی علیه السلام و آنهایی که همین رنگی درست را انتخاب کردند، من شما را تبریک میکنم. دوام میدهیم، میبینیم که ها به پیش برآمدند. خب شما میبینید آنهایی که در جاهای نمایان هستند. ماشاءالله. سوال 5: و نیز درخت بیافریدیم که در طور سینا می روید، روغن می دهد. کدام روغن؟
سیاه‌دانه، پخته، آفتاب پرست و یا زیتون و نیز درخت بیافریدیم از سوره مومنون که در طور سینا می روید. روغن می دهد. کدام روغن را؟ ما در اروپا بسیار دوست می داریم من همین روغن را. امیدوار هستم که شما نیز از این روغن استفاده میکنید. بله، روغن زیتون. 9 نفر جوابهای درست گفتند بجز 7 نفر. 6 نفر سیاه دانه رو انتخاب کردن. نه، روغن زیتون. و درباره روغن زیتون در سوره های زیاد آمده است، اما در سوره مومنون آیت 20 نیست نظر کنید. آنچنانی که ما ترجمه معنایش را نوکک با شما خواندیم چنین آمده است. خیلی خوب، و بیایید اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدن تماشابینان عزیز. موری قبطیه، عمر، شریف، امیر، حاریسه، آنهایی که در جاهای بهترین هستید شما را تبریک میکنم. و به سوال دیگر گذاریم. بیایید. بگو پروردگارم هر کس را بخواهد روزی فراوان میکند و بر هر کی بخواهد تنگ میگیرد. اما کدام وریانت ها از آن درست است؟ اکثریت ناشکرند، بیشترین نمیدانند، بسیاری ها باور ندارند و یا اکثریت جاهلند. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید تماشاگران عزیز؟ بله، بیشترینشان نمیدانند. و سوره سبا آیت 36. و یک ترجمه معنا رو من برای شما میخوانم تماشاگران گرامی. یک ترجمه معنا رو میخوانم و دوام میدهیم. میبینم که نه اونقدر زیاد هستیم. کوشش کنید نوا رو دستگیری کنید به یکدیگر فرستید تماشاگران عزیز. در سوره سبا آیت 36، یعنی ای پیامبر بگو، یعنی ای پیامبر بهتر دید پروردگارم برای آزمایش مردم نعمت و روزی را به هر کی بخواهد گسترده، یعنی فراوان میدهد و یا تنگ میگیرد به هر کسی که خواهد، ولی بیشتری مردم نمیدانند. و آیا تعقل میکنیم، آیا فکر میکنیم در آیات هایی که الله تعالی برای ما و شما فرستاده است؟ شریف، امید، انس، عایشه، آنهایی که در جاهای بهترین قرار دارند شما را تبریک میکنم. به سوال دیگر میگذاریم. آیت الکرسی در داخل کدامی از این سوره ها آمده است؟ کهف، یاسین، بقره و یا نساء؟ بسیار سوالی آسان است. حجت به شرح هم نیست و میبینیم که چند نفر جوابی درست گفتند. آیت الکرسی میگویم هر روز میخونیم، قریب پس از هر یک نماز میخونیم. بله، 14 نفر جوابهای درست گفتند. 14 نفر جوابهای درست گفتند. سوره بقره، آیت الکرسی در سوره بقره آمده است. بله، اینک دوام میدیم. امی کلثوم ابن عثمان موری قبطیه شریف، عمر، آنهایی که در جاهای اول هستند، امیر نیز کوشش ها دارند. سوال آخران. نام کدامی از این صحابه ها در قرآن آمده است؟ ابو هریره، زید، معاذ و یا ابو بکر؟ سوال بسیار عادی و آسان است و ما درباره همین نامی کی کدام صحابه آمده است و کی بود آن صحابه بسیار معلومات ها گفته بودیم در سوره احزاب. خب بله، در سوره احزاب آیت 37. اینک
бале, аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд, яъне 10 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, дар бораи Зайд, аллоҳ аз вай розӣ бошад. хуб, дар ояти 37 омадааст. ва оят камакак камтар дароз аст ва биёед онҳое ки мехоҳанд маълумот пайдо кунанд метавонанд худашон сураи аҳзоб ояти 37-ро бинанд. ва мо шумо нигоҳ мекунем киҳо ба ҷойҳои беҳтарин баромаданд ва сазовори ҷойҳои беҳтарин шуданд. шариф муборак бошад ҷойи сеюм, молияи қибтия ҷойи дуюм ва Умми Кулсум ҷойи аввал. муборак бошад. ман табрик мекунам шуморо самимона. онҳое ки боз дар ҷойҳои аввал буданд, ба аввал наздик буданд: Умар, Ҳориса, Амир, Асия, Саид, Ибни Усмон, Муҳаммад, Ибодулло, Қосим, Одилён, Хатиҷа, Умид, Мино ва онҳое ки шумо дар поён мебинед. ҳамин қадар мардум иштирок карданд. машааллоҳ. хеле хурсанд ҳастам тамошобинони азиз ки ин қадар зиёд имрӯз дар барномаи мо иштирок карданд ва ин боиси воқеан хурсандист. бозӣ низ воқеан шавқовар мегузарад. хеле хуб. чати мо каме ором ҳам ҳаст. дар чати мо камтар навишта мекунанд. хеле хуб. хуб, тамошобини гиромӣ, соат ин лаҳзаҳо дар минтақаи Аврупо 18:47 аст, дар Москав 19:47 аст, дар Тоҷикистон шояд хеле дер ҳам шудааст. хаста шудед ба фикрам, ё ин ки боз як бозии дигар ташкил кунем? хуш омадед Али Умар, онҳое ки навакак пайваст шуданд ба шабакаи мо. хеле хуб, биёед як бозии дигар ташкил мекунем то ки тавонем боз ҳам дар хотимаи ҳафта тавонем ки хуб, аз сари нав як лаҳза тамошобинони азиз, хастагиамонро барорем, чун ҳафтаи корӣ ва ниҳояти ҳафтаи корӣ бароварда кардани хастагии мову шумо. хуб, линкро ман ин лаҳзаҳо зери навор мемонам то шумо тавонед дохил шавед. замони донистан дар шабакаи телеграм линкро аввалин шуда партофтам. онҳое ки дар замони донистан моро дар телеграм тамошо доранд метавонанд ки дохил шаванд. хуб, зери чат низ марҳамат линк барои шумо. дохил шавед. хеле хуб тамошобинони азиз, онҳое ки моро дастгирӣ карданду наварҳои моро тақсим карданд, ҳама ҷо ман шуморо ташаккур мегӯям барои дастгириятон. хуб, онҳое ки тамошобинони азиз мехоҳед моро дастгирӣ кунед, дар он ки сарпарасти барномаи мо шавед, марҳамат дар телеграми мо навишта кунед, ё ин ки дар телеграм вақте ки мо навишта мекунем зери ягон хуб наворҳои мо дар шарҳ навишта кунед, гӯед ман мехоҳам ки шуморо сарпарастӣ кунам дар ана ҳамин озмун, дар озмуни дониш ва санҷиш. марҳамат навишта кунед, мо ҳатман бо шумо дар тамос мешавем. онҳое ки навакак пайваст шуданд, тамошобини азиз, шумо метавонед бо зер кардани линк, ана ҳамин play blocket навишта шудааст, зер кардани ана ҳамин линк дохил ба барномаи мо шавед. никнейм, дар ҷои никнейм ба худатон як тахаллус интихоб кунед то ки дар бозӣ иштирок карда тавонед. хеле осон ва хеле оддӣ аст.
خب میبینم که 16 نفر شدیم. 30 نفر تماشا میکنیم، 16 نفر داخل شدیم. خب قریب 20 نفر، 30 نفر همگی خواسته باشید داخل شود به برنامه، باز هم شوق آور می شود. همه آنهایی که تماشا میکنید داخل شود. آنهایی که یک تلفن دارند شاید یک کمی مشکل هم باشد، اما امیدوار هستم که میتوانید شما هم تلفن را دو تقسیم کرده. یعنی تلفن، اکران تلفن به دو تقسیم میشد. خودی من شخصا از تلفن کم استفاده میکنم چون من با کامپیوتر بیشتر سر و کار دارم، اما آنهایی که در روزگار همیشگی با تلفن هستند و تلفن را استفاده میکنند، برای آنها خیلی عادی و آسان است. از این خاطر از شما خواهش میکردم یک بار جستجو کنید، آنهایی که میجویند مییابند حتما. این هم باز یک علم میشود، علمی تکنیکی میشود ان شاء الله. خیلی خوب. نوکک آنهایی که پیوست شدند، آنهایی که نوکک داخل شدند لایک مانید زیر نوار. 23 نفر شدیم. بیاید ما دوام دادن میگیریم. آنهایی که دیرتر پیدا میشوند، دیرتر داخل میشوند، با زیر کردن لینک، با زیر کردن همون سیلکه که ما در زیر چت نوشته کردیم داخل شوند. من یک بار دیگر باز بله مدیراتور پرتافتند ببینید. همین لینک را زیر میکنید و داخل به برنامه میشوید ان شاء الله. بسم الله. ما قسمت دیگر را، قسمت آخرین برنامه را آغاز میکنیم. از کدام سوره اولین آیت نازل شده است؟ سوره فاتحه، عبسه، علق و یا بقره؟ کدامش درست است تماشابین عزیز؟ از کدام سوره اولین آیت نازل شد؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. خب بله میرزا حیات، جواب های شما درست و اکثریت جواب های درست گفتند. علق، هر کسی که انتخاب کرد 15 نفر جواب های شما درست بود و دوام میدیم. بخون یعنی که بخون. علق در سوره علق اولین آیت نازل شده بود. ابن عثمان، ماری قبطیه، اسلام، ناظم جان شریف، آنهایی که در جاهای اولین هستند. سوالی دیگر. ناکامی ابرهه برای ویرانی کعبه در کدام سوره آمده است؟ سوره نحل، سوره مسد، سوره فیل و یا سوره نصر؟ سوال آسان است. ام کلثوم درست گفتید. بله. محمد درست گفتید. خیلی خوب. عمران درست گفتید. علی عمر درست گفتید. آنهایی که در داخل برنامه ما اشتراک کردند بیایید ببینیم که همگی جوابی درست گفتند یا اینکه قسما 16 نفر یعنی اکثریت جوابای درست گفتند. سوره فیل. بله. ام کلثوم، اسلام، عمر، ماری قبطیه و ابن عثمان آنهایی که در جاهای بهترین هستید. دوام میدیم. به سوال دیگر بیایید گذاریم. یکی از نام‌های قرآن از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید، از ذکر، النجم، از زاریات و یا الفتح کدامش درست است؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید یکی از نام‌های قرآن. بله. خب آنهایی که بله 11 نفر از ذکر درست است. آنهایی که در داخل برنامه ما اشتراک میکنند اکثریت جوابهای درست گفتند. برای ما میبینیم که ها و پیش برآمدن جای واسکونی ها هست. میبینیم خیلی خوب. اسلام، عمر، خب افردی، دلشاد، ناظم جان آنهایی که در جاهای اولین هستند. خدیجه خوش آمدید. همه شما رقابتی واقعا سالم دارد. مرگ بر آدمی باد که جای نقطه را پر میکنیم که چی است؟ بی صبر است، عرق خور است، نافرمان است و یا ناشکر است؟ کدامش
درست است. سوره عبسه اگر خطا نکنم. بله در سوره عبسه آمده است. جای نقطه رو پر کنید تماشابین عزیز. آیت 17. بله ناشکر است. در سوره عبسه آیت 17 آمده است. مرگ بر آدمی بود که چی ناشکر است. و آنهایی که میخواهند تفصیل این سوره را خوانند، قرآن نقطه کام ما بسیار استفاده میکنیم از آن، به همین سایت وارد شوند و یا در ترجمه معنا نیز هست، در ترجمه معنا را دسترس کنید و یا در شبکه قرآن دستورالعمل انسان ترجمه معنای همین سوره هست و شما میتوانید آنهایی که خواندن را دوست نمیدارند طرز اودیویی آن را گوش کنند. یعنی در ترجمه معنا چنین آمده است: مرگ بر انسانی یعنی کافر که چقدر ناسپاس است، یعنی چقدر ناشکر است. و این جوابی درست بود تماشابینان عزیز. اینک سوالی دیگر میگذاریم. آنهایی که در جاهای اول هستن شما میبینید روی اکران: اسلام، دلشاد شریف، ناظم جان، قاسم مادریان، خطیچه عمر. ماشاءالله بهترین رقابت. سوال 5. میپندارد که داراییش در دنیا جاویدانش میدارد. از کدام سوره است؟ فیل، همزه، قاریه و یا نصر؟ میپندارد که داراییش در دنیا جاویدانش میدارد. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ جواب های درست رو من میبینم الکی. بله سوره همزه رقم 104. واقعا یک نواری داریم انا همین سوره همزه تقریبا 5-6 دقیقه است نوار و من بارها در برنامه و یا پیش از برنامه استفاده میکردم این نوار را. چنان تکان بخش است تماشابینان عزیز. حتما جستجو کنید، تماشا کنید. هم در شبکه حکمت تیوی بود و همچنین در شبکه قرآن دستورالعمل انسان بود. در واقع همین سوره همزه اون چنان معنای بزرگ دارد، معنای چقور دارد، یک جهان معنی دارد. سبحان الله. هر یک آیتش اگر انسان میخواند، انسانی که تفکر میکند دلش به لرزه میدراید که درباره چی آمده است یا چگونه آمده است. آغازش این وای یعنی هلاک بود بر حال هر عیب جوی تن زن. یعنی هلاک بود بر هر عیب جوی تن زن یا اینکه غیبت کننده. ما این گونه غیبت کننده رو هر روز میبینیم در زندگیمون. اما الله تعالی گفته است وای بر حالی، یعنی هلاک بود، یعنی وای بر حالی ان همین غیبت کننده و یا طعنه کننده یا طعنه زن. چی گونه ما نمیترسیم، چی گونه دوستانی ما نمیترسد از غیبت کردن و از طعنه زدن یک نفر دیگر. در دوامش چنین آمده است: آن که مال جمع کرد و به شمار آن بند شد. یعنی مال رو جمع کرد و حساب و کتاب کردنش که آواره شد. درباره کی؟ درباره ما و شما. یعنی درباره فقط آنی که خیالش فقط در جمع کردن مال دنیا است. مال دنیا رو جمع میکند و پگاه بیخبر میماند که اجل میآید. اما وقت نبود. برای چی وقت نبود؟ برای جستن علم و برای جای خالی دین مبینش را پر کردن وقت نداشت.
با مال جمع کردن آواره بود. دوامش را گوش کنید. میپندارد که داراییش در دنیا جاویدانه‌اش می‌دارد. برای بعضی دوستان ما گفته شده است مال را جمع کرد و اکنون میپندارد که همین داراییش دیگر وی را نمیمیراند. پول مال زیاد دارد، همه چیز را میخرد، حتی دختر را میخرد. الله پاک است از این. حتی دختر را، سلامتی را. نه، البته این خیالش خیال دور است. الله تعالی میگوید نه چنین نیست که او فکر میکند. او بیگمان در حطمه انداخته خواهد شد. در دوام آیت میگوید و ای رسول صلی الله علیه وسلم، تو چی میپنداری؟ تو چی میدانی که حطمه چیست؟ آتشی افروخته الله است، آتشی که بر دلها پیروز می شود. الله پناه نگه دارد از این آتش ما و شما را. بیگمان آتش از هر سو بر آنها فرو بسته شده است. برای کی؟ برای آنهایی که در اول گفتیم مال جمع میکنند، پول جمع میکنند و خیالشان به آن میرود. در ستونهای درازی آتشی درآورده شده است. یعنی ستونهای درازی آتشی درآورده شده است تا از آن بیرون نآیند. سبحان الله. الله پاک است. الله پناه نگه دارد. ای کاش ما میفهمیدیم، ای کاش ما به قدرش میرسیدیم ان همین آیات ها را. ای کاش ما تفکر میکردیم در ان همین آیات ها، در حقیقت تفکر میکردیم. الله پاک است. دوام میدهیم. امید ابوبکر، موری قبطیه، عمر، سعید، آنهایی که در جایهای بهترین هستید. سوالی دیگر. و چون جهنم افروخته گردد و چون بهشت را پیش آورند. دوام دهید. قیامت سر میزند، همه روحها به جوابگری کشیده می شوند. هر کس بداند که چی آماده کرده است و یا باران مرگ بار می ریزد. کدامش درست است؟ و چون جهنم یعنی دوزخ افروخته گردد و چون بهشت را پیش آورند، یعنی بهشت را، جنت را بیارند. دوامش چی است؟ چی می شود؟ ولی کمترین ها جوابی درست گفتند 6 نفر. و هر کس بداند که چی آماده کرده است. خلاصه تماشابینان عزیز، اینجا از سوره تکویر آمده است. ترجمه معنا را ما داریم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان. و آن چیزی که نوکک ما گفته گذاشتیم از سوره همزه با شما درباره جهنم برای غیبت کننده ها، برای طعنه زنان. اما در سوره تکویر باز هم درباره همین آماده است، درباره وقتی که جهنم افروخته می شود، یعنی دوزخ افروخته می شود و بهشت پیش آورده می شود. و در دوام آیت آماده است و هر کس بداند که چی آماده کرده است از خوبی و از بدی ها. الله سوگند یاد می کند به ستارگان و ستارگان باز گردنده که در روز پنهان می شوند. یعنی ستارگان را فقط ما شبانه می بینیم. ستارگان سیر کننده غایب شونده و سوگند به شب چون تاریک شود. یعنی الله تعالی به هر چی که خواست قسم میخورد، اما به انسان بجز الله تعالی به چیز دیگر قسم خوردن شرک است. و خب در این باره ما البته دیگر برنامه ها داریم و در دیگر برنامه ها گفته میگذاریم و شما هم خودتان نوارهای زیاد را تماشا کردید و بیایید میبینیم که به پیش گذشت و سوالی به قسمت آخری میگذاریم. امید، محمد، شریف، عمر، خطیچه، آنهایی که در جاهای بهترین هستند. خیلی خوب. و بس سوالی آخرین قسمت آخرین برنامه. بدانید که با یاد الله تعالی است که
آرام میگیرد. بدانید کی با یاد الله تعالی است و از جای نقطه رو پر کنید. چی آرام میگیرد؟ روح، دل ها، جسم، چشم ها، کدامش؟ بدانید که با یاد الله که چی آرام میگیرد از این وریانت هایی که شما در پایان میبینید. بله، دل ها آرام میگیرد. سوره رعد آیت 28. و در ترجمه معنا چنین آمده است: آنان که به یگانگی الله ایمان آوردند و دلهایشان با یاد او تعالی است آرامش می‌یابند. آگاه باشد که دلها به یاد الله آرامش می‌یابند. بله، ببینید هر کسی که الله تعالی را دارد، در دلش دارد و یقین دارد و باور دارد و ایمانش کامل است و ایمانش همگی به خود باور دارد، به الله تعالی باور دارد، واقعا او آرامی را در دل دارد و او آرام است. و ببینید مثلا آنهایی که امروزها حرام را میبینند یا حرام را میشنوند، خودتان الکی میدانید بدونی گفته های من چگونه میشنوند. دو نفر را میبینید، یکی قرآن در ماشینش مانده است و قرآن گوش میکند، دیگری در ماشینش سرود مانده است و سرود گوش میکند. هر کسی که در نقلیات خودش قرآن گوش میکند، دلی وی آرام میگیرد و یک آرامی دارد. و آن نفری که موسیقی گوش میکند، ان همان موسیقیش برابری ضربه های موسیقیش دلش هم به تیز زدن می درآید. و ببینید که چقدر صدمه های نقلیاتی است که در آن سببش بلند کردن موسیقی و یا باز حرام دیگری که در داخل آن همان، یعنی یک حرام های دیگر را می بیارد. موسیقی را گوش میکند، عرق می نوشد، اینش هم حرام، دیگرش هم، و به یک ناخوشی در آن همون حالت دوچار می شود و آن همون صدمه مرگبار می شود، یعنی سبب مرگش می شود، اجل می آید و می مرد. دیگر در کدام حالت مرد؟ و باز دیگران دعا می کنند، می گویند که الله تعالی گناهاش مغفرت کند و بهشت نصیبش گرداند. سبحان الله، بعضی از آنها در حیاتشان یک بار سرشان را سجده نکردند، اللهشان را به یاد نآوردند و چگونه به رحمت الله تعالی بله امید میکنیم، اما آنها سرشان را سجده نکردند. آنها در تکبر، مثل آن ابلیسی که تکبر کرد، در تکبر بودند و سر خم نکردند به نزد اللهشان یگان بار. چگونه آنها به مثل آنهایی که همیشگی در عبادت الله تعالی باشند، هیچگاه آنها برابر نیستند. یا الله پناه میبریم به تو از بعضی گناه ها و الله تعالی دعا میکنیم که بعضی از برادران ما، بعضی از دوستان ما، بعضی از خویش و تبار و اقربای ما دل آنها را خودت گشاده کن و هدایت فرمای. الله تعالی بزرگوار دعا میکنیم تو را. و در واقع دردناک است، چون بعضی ها از نزدیکان خود ما میگویند که ما دیگر و تو دیگر، یا اینکه میگویند که دینی ما دیگر است و دینی تو دیگر است. الله پاک است. حال آنکه تاجیک هستند، حال آنکه خودشان را مسلمان میگویند، باری هم نشده است که سرشان را سجده کرده باشند و یا در خانه جای نماز داشته باشند تا که نماز خوانند و میگویند که ما مسلمان هستیم و تو دینی تو دیگر است و دینی ما دیگر است. الله پاک است. چگونه دین دیگر میشده است وقتی که مسلمان، دو نفر مسلمان بوده است؟ و همه باید که مسلمان با خبر باشد و همه ارکان اسلام و ارکان ایمان را به جای بیارد و ما دیگر نیستیم و ما مؤمن و مسلمان هستیم و هم دیگر را به همین خاطر دوست می‌داریم. اما چگونه می شود که یک نزدیک ما
یک مراتب هم الله خود را در زندگیش به یاد نآورده است و در همان حالت و باز غیر از این شاید در مستی و در زنا و در چیز دیگر از دنیا می رود. چگونه مان بهشتی وعده کرده یا الله تعالی را سزاوار می شود؟ تنها دلش پاک باشد. به قول خودش الله پاک است. خب این قسمت آخرین برنامه ما بود تماشاگران عزیز. آنهایی که به جاهای بهترین گذشتند دلشاد مبارک باشد. جای سیوم عمر جای دوم مبارک باشد. اسلام تبریک میکنم شما را، بهترین جای اول نصیب شما گردید. و آنهایی که در رقابت بهترین جاها را سزاوار شدند شما نامهایشان را میبینید اینجا زیر نوار. من شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. ماشاءالله میبینم که خیلی نفرها در برنامه ما اشتراک کردند و شما نامهایشان را این واسه ها میبینید زیر نوار ما. تماشاگران عزیز، اینجا وقتی امروزه برنامه دانش و سنجش به پایان رسید. همه شما را از برای الله خیلی زیاد دوست می‌دارم. آنهایی که این لحظه ها وقتی خودشان را دریغ نداشتند و با ما در برنامه دانش و سنجش اشتراک کردند و امیدوار هستم که الله تعالی در عمر ما و شما برکت عطا کند تا که توانیم هفته دیگر نیز در برنامه اشتراک داشته باشیم، تا که توانیم تا هفته دیگر عبادتمان را نسبت به آنهایی که عمرشان وفا نمی کند یا وفا نکرد زیادتر کنیم، تا که در درجه هاشون که الله تعالی گفته است در درجه ها با همدیگر سبقت کنیم و با عبادت خود توانیم که در درجه ها از همدیگر سبقت داشته باشیم و بالا باشیم. امیدوار هستم که الله تعالی هر یکی شما را در پناه خودش نگه دارد و آرزو میکنیم که صحت سلامت باشد و تا من با شما خیر و خوش میکنم تا واخری های دیگر خان آباد و سربلند باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، الله تعالی در سوره هجر می گوید ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون و ای پیامبر براستی ما می دانیم که تو از آنچه آنان یعنی کافران می گویند آزرده خاطر و دلتنگ می گردی. الله غم و غصه های داخلی ما را می داند
درد و پریشانی هایمان را نوابسته از آن که ما در دل پنهان میکنیم یا آشکار میگوییم. اگر تو در این حالت هستی و دلتنگ شدی و در پریشانی ها غرق میشوی، چیست راه حل؟ چگونه آسوده باشیم و دل را آرام کنیم؟ بیایید سخنان الله را گوش کنیم که چی میفرماید. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. پس با پاکی یاد کن پروردگارت را هنگام فراگیری غم و اندوه و از زمره سجده کنندگان یعنی نمازگزاران باش و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. امام نصفی می گوید ذکر و سجده همیشگی پریشانی را از تو دور می کند و قلبت را آرام می سازد. در حالتی که روحان ناآرامی الله را فراموش نکن، چون که با یاد الله دلها آرام می گیرد. پروردگارت را حمد و ثنا خوان، بگو سبحان الله و بحمده. هر چی قدر لازم داری این را تکرار کن تا آن دمی که قلبت آرامی را حس کند و از سجده کنندگان باشی. سجده و رکوع و نماز گذار در نزد پروردگارت. سجده طولانی بکن، از آن الله است هرچی در آسمان ها و زمین و الله بر هر چیز احاطه دارد و چیزی از کارهای بندگانش بر او پوشیده نیست. الله تعالی می گوید با یاد کردن او تعالی دلها آرام می شوند. نقل می کنند که مردی بود، وی را درد و غمی سخت عذاب می داد. مرد نمازهایش را ترک می کرد. همه چی در زندگیش پریشان شده بود. با امر تقدیر وقتی رسید که همه نمازهایش را در وقتش ادا می کرده شد. از آن مرد پرسیدند چی سبب شد؟ در جواب گفت من در مدت طولانی آن را جستجو می کردم که تواند درد و اندوه مرا بشنود. الله شنوا و بیناست. از این را من در یک روز 5 مراتب به او مراجعت می کنم. این مرد آرامی و کامیابی را در نمازها دریافت. برادر و خواهرانم، شما باید به الله از ناآرامی و ناکامی هایتان شکایت کنید، به الله مراجعت کنید و به این خاطر برایمان خواندن نمازها داده شده است. الله تعالی ما و شما را از آن نگه دارد که غیر او از کسی دیگر بپرسیم. الله تعالی می گوید واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. یعنی الله تعالی می گوید تا آن دمی که مرگمان می رسد از راه انتخاب کرده امان باز نکردیم و تا آن دمی که ما و شما در این راه مستحکم باشیم الله تعالی برایمان کمک میکند. اگر تو با مشکلی روبرو شدی فکر نکن که الله تو را فراموش کرده. نه، یقین دار که به تو راه می نماید و تو را از مشکلی می رهاید. براستی هم در دنیا و هم در آخرت بر عوض مشکلی هایت پاداش نیک می بینی. در سوره نحل الله تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ای کافران، لحظه وقوع قیامت
و فرمان الله تعالی برای عذابتان نزدیک شده است. پس برای رسیدن آن شتاب نکنید. او پاک است از آن چی به وی شریک می سازند. روز قیامت حتما که می آید. آنهایی که می شنوید و باقی مانده عمرتان اهمیت دهید. در نمازگزاری هایتان جدی باشید. شریعت الله را به جایی که می باید به آنجا مانید. دعا می کنیم که الله تعالی ما و شما را در این راه قوی و از ما قبول گرداند تا آن دمی که ما و شما با او تعالی وامی خوریم. رسد